سلام دوستان، مهدی فیزیکسر هستم. خیلی خوش اومدید. ببینید دیگه حالتون چطوره؟ سلام و درود و وقت بخیر. سلام و درود و وقت بخیر. رفقای گل دوستان خیلی چطوری گوجی؟ حالتون خوبی؟ چطوره؟ چه خبر؟ خب به هر حال سلام. یه را گیدیم سامورایی. فری دلها چطوری؟ خیلی فری دلها خوش اومدی به یه سری جدید. برو بریم سراغ ویدیو. خب خیلی خوش اومدید به یه وان بلاک دیگه. بله یه بلاک من میبینم وسط اینو میکنیم پیشرفت میکنیم میره. بله. عرضم به خدمت شما که خب ما هر نوستری کافی قهوه داره. خب چه جالبه. هر نوستری ماینکرافتی که بگید بله هر سری ماینکرافتی داشتیم. خب غیر از اسکای بلاک. چی بلاک؟ داشتیم. اسکای بلاک تا حالا نداشتیم. داشتیم ولی از اون این که مثلا دیگه فوکس کنیم روش نبود. یه مرحله‌ای بود. یه مرحله‌ای بود. آره. خب این اسکای بلاک نیست. این اسکای فکتوریه. کارخونه هوایی. اینجوری هم میشه گفت. حالا کارخونه من هوایی. چجوری با اینا کارخونه درست کنیم؟ یه الان قهوه داده چند تا چوب و یه دونه. حالا بریم یه معرفی مختصری از کارخونه هوایی داشته باشیم ببینید که چقدر مطبق خفنیم. خب کارخونه هوایی توضیح بده یه ببین. دونه اینجا دفتر داریم مدی ادوانسمنت بوک اونو باز کن. آها چی کار میکنه اینجا؟ خب اینجا این دفتره فازهای مختلف رو نشون میده. خب اول فاز اسکای فکتوریه. خب بعد سربرگ رو عوض کن. ایج آف اینچنت. خب بعد ایج آف فارمینگ. ایج آف پاور. برق و اینا. خب و شاید تعجب کنید که بگم توی این مطبق ما برق داریم. برق کشی داریم. برق داریم. ایج آف استوریج. بیا. ایج آف استوریج. ایندم داری. ایندم داری ها. بله. ایج آف اکسپلوریشن. خب آیرون رو نمیدونم. خب و اینم که نهایی ترین ایجشه. فصل های مختلفه، یعنی ما از یه دونه درخت شروع میکنیم. قراره به اینا برسیم. عالی. میرسیم به آیتمان. چقدر آیتم چرت و پرت داره. چرت و پرت نیست، هر کدوم قراره به یه دردی بخوره. خب حله بکنیم الان. وایسا. خب حالا ای وای در بلوط. جالبی خب در جالبی این بگم که این مطبق بگم که اونقدر خفنه که شما درخت میکنی، مثلا درخت دایمند میکنی. چه جالب. دایمند در میاد. گوزی دایمند جان یادته یه زمانی گفتم من دایمند میکنم داشتید همه به من میخندیدید؟ الان باید دایمند بکاری؟ بله. یادتونه؟ ای خدا یادتونه؟ ای وای همه مسخرم میکردید؟ خب باید دیگه درخت دایمند بکاریم. گلد بکاریم. خب بله. خب و من نمیدونم که قراره چه اتفاقی بیفته و چی کارا بکنیم. اصلا فکر کن مثلا یه مزرعه دایمند بزنیم، یه مزرعه گلد بزنیم. پس حالا آره دیگه کارخونه هوایی پیشرفت میکنیم، برید تو فازهای بعدی منابع مختلف به دست میاری، سلاح‌های قوی‌تر تولید میکنیم، فارم میزنیم و کلی کارهای مختلفی که میشه کرد. برید یه نمونهشو ببینیم اول تو قسمت اول میتونیم چیکار کنیم. بلوط. خب گوجی بیا که درت بتون؟ ای چرا اومد اینطوری موند؟ بچه بکنید فکر کنم میریم پایین دیگه یا چیزی. ای چرا رو هوا مونده؟ خب بکن بچه با این چوبه من چیکار کنم؟ اوه چقدر موزیکش آرام بخشه. چقدر ای وای نرید پایین. تو رفتی پایین؟ میافتید دارید میافتید بنده خدا.
الان چیکار کنیم؟ همه رو کندیم. خوبه کی زیرمو کند؟ کسی نکنده. یکی آها برگا چون دارن از ساقه جدا میشن اینطوری میشن. بیا 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 بیا. داره میریزه برگ درخت. خب از این پلاکا شروع میشه دیگه داستان ما هم. داستان ما از این پلاکا شروع میشه؟ آره دیگه. ای وای ای وای ای. خب الان چیکار کنیم؟ نیفتم بمیرم بدبخت بشیم. تا کجا میده مهدی ببین. آخریشه دیگه میکنم طمع نمیکنم دیگه آخریشه. اینو دیگه نمیکنم. بیا بالا دیگه با همونا. خب چی شد آقا؟ الان باید بریم توی قسمت چیز. این بوکه. به رسیدیم. به دیرت نرسیدیم. به چیز نرسیدیم. چی؟ دستیز دیرت توی؟ دیرت پایین بود درخت دیگه. آخرین بلاک دیرت بود. ایر فرایر. درخت دیرت چیه؟ تو بهش رسیدی؟ آره درخت دیرت. ایول اینو میکارم من الان. کجا چی میداری؟ کجا بکارم؟ پایین چه دیرت شب بود. پایین دیرت قشنگی. بود مهدی. آخرین بلاک پایین دیرت بود. من الان تورچ دارم دستم. چرا روشن نمیکنه شما رو؟ به خاطر اینکه فنسیم یا نه؟ مودی برایتنس جی آی اس که اصلا فنسی نداره. نه گرافیک فنسی نه روشن نمیکنه ما رو. چرا؟ نمیدونم. تو خودت هم روشن نمیکنه چه برسه به ما. باید بذاری زمین حتما. آها. آنتی ابوسه داره. آنتی ابوسه داره بله. آره. خب چیکارش کنیم الان بچه این درخت رو باید بکاریمش آره؟ درخت درتمون کجا بکاریم؟ تو اینجا میتونی بکاریم؟ نه آخرین بلاکی که بود برم پایین مهدی ببینم. دیرت بود. باید بریم وای از وای پایین وای. شروع کنیم. یعنی بکنیم اینا رو؟ وایسا مهدی اونجا بره پایین. مهدی بغلاش کاشتم. مهدی بغلاش چیز بکن مهدی. پلتفرم درست کن ما بیایم. درخت درد کی رشد میکنه؟ درخت درت کاشتیم بچه ها. آفرین بیم پایین؟ بیاید دیگه اونجا کاری نداریم. بیاید. دد. آها. چقدر پیاده ایم؟ آره واقعا. داره رشد میکنه. داره فکر میکنه. بیا داره رشد میکنه. بده به ما؟ آره. اینا داره سبز میشه کنارش. داره ای وای. تورچم با هم. بذار پایین. گوزی نگاه کن. داره یاد میگیره. داره علم میگیره از زمین. داره از نگاه کن. داره کنارش سبز میشه. سبز بشه ببینیم. که بخیل نیستیم. خب ببینم کو سبز میشه. یه خورده جینگلی میاد بره. جینگلی تو رو خدا روش کن. خب بعدش چیه؟ بعدش ایر فلیره که با کرافت فکر کنم به دست بیاد. درسته؟ یه کرافتین تیبل میزنی ستونا؟ ندارم. نداری؟ به من یه چوب دارم بیا. یه چوبه که چیکار بقیهش با خودتون. خب اینا رو چرا گذاشتی اینجا؟ راست میگی. میره پایین. خب نکرد. نیومد تو جیبه؟ منطقی گفت. نه آفرین خوشم اومد از الان این منتظر باشیم این درخت درته آیا چوبم میده یا فقط درت میده؟ اینا بالا اینا موندن. موندن اون بالا. عجیبه چقدر اینا موندن بالا. حواس من پرت میکنه. چی بود خوردیم؟ کی خورد؟ قهوه که نمیخورم هنوز. الان چی منتظر رشد؟ نکن چی کار داری؟ دارم قرتم میخوره. آها الان باید منتظر رشدشون باشیم. نشستم و دارم چی میگن رشد درخت دیت رو تماشا میکنم با قهوه. بیلد ونت. وایسا نه سب کن این چیه؟ شاید این بیلد. آها به یه دونه من چوب دارم. آفرین میگیرم اینو. گرفتم چند تا چوب داری؟ کرافتینگ تیبل و سلام. چیزی نداری داری سلام میکنی. خب ایر فلایر. وایسا ببینم. ایر
فلیر ایر فلیر که رفت نمیشه، فکر کنم باید از این درخت درته پیدا کنیم ها. درخته از این بدم بهش رشد میکنه. از چی میخوای بدی بهش؟ از این بلوط بدم بهش. نه بابا، آب بدم بهش. قهوه بدم. رزین دارم. قهوه بده رشد کنه. فریبرز قهوه دادم نخور. خیلی عجیبه واقعا. نمیشه سر. چی شد؟ ها؟ بذار سر جاش، بذار ادا بازی در نیار، بذار سر. بابا اون این همه رشد کرده بود، الان ترکوندش دیگه. بابا رشد نکرده بود، همینه. داشت میرشدید دیگه. باید یه چی بدیم بهش. بابا این آقا جنگلی در میاد، یعنی داره رشد میکنه. آره آقا ببین میگه که درینگ راک، از راک به دست میاد فکر کنم، این از سنگ و اینا به دست میاد. آره الان ما سنگ از کجامون بیاریم؟ سنگ رو تو بپزیم چی میاد؟ به نظر چی؟ تو بپزیم چی میشه؟ چی بپزیم؟ درت رو بپزیم که درت دارید مگه؟ فرنیس دارید مگه؟ نه فریبوس خب چی میگی؟ دارم میپرسم. این جنگلیه که روش بکنه. ای فریبرز بابا من چیکار، من الان حقت بزنم بیفتی. مسائل داشتم میدادم که چیز شد. آره دمت گرم، خورد تو سرش وسایل. اینو بکنم ها نمیخوای بکنی اون؟ اومد دمت گرم. نوچدم بیا. این بیبیدی بابیدی بو نیست؟ ها؟ بیبیدی بابیدی بو این چوبه هست میزنی مثلا رشد کنه اون یه لحظه. همونو میگم دیگه. بیبیدی بابو دیرت بیبیدی بابیدی رشد کن دیگه. الان ما از کجا بدونیم چیا میتونیم کرفت کنیم چیا نمیتونیم کرفت کنیم؟ داخل کرافتینگ تیبل فکر کنم اون کنارشو میتونی ببینی. رشد کن دیگه. دستال میشه کرفت کرد. چرا رشد نمیکنه؟ درخت درت باید زود در بیاد فکر کنم، چون بیارزشه. بیارزشه؟ آره درت بیارزشه، خاکه. کجاش بیده ارزشه؟ خاکه. الان منتظر خاک در بیاد اینجا مسائل بکنیم. جنگلیش زیاد شد. آره گوزی انرژی هایی که فکر کنم باید وایسیم بغلش انرژی بدیم بهش، یا صبح باشید آفتاب بخوره بهش. کار دارید میکنید؟ دستتون بلوط نگه دارید. دستتون بلوط نگه. این بلوط نیست، این میوه خاکه. راست میگه. خب دستتون میوه خاک نگه دارید. فکر کنم صبح باید باشه گوزی. بریم صبح بیایم بپرید پایین. اینا رو میتونیم بپزیم بعد بخوریم با فرنیس. خب فرنیس به ساختش چجوریه؟ یه سوال من از شما دارم. این کرفتینگ تیبل هر چقدر ازش استفاده میکنید نابود میشه. جدی میگی؟ فرنیس. آره دیگه داری روش تخ داری یه چیزو کرفت بکن. سیو بکاپ چی؟ سیو بکاپ گرفت از سرور. آره احتمالا فکر کنم قراره یه اتفاقایی بیفته. کابلستون رو چجوری به دست بیاریم اما؟ اون میوه چیه اون؟ میوه سنگ. خدایا میوه سنگ؟ چه محتویاتی که من تو خوابم دارم میبینم. چیزه چیز اینی که دست ماه بعد این که قرار رشد کنه. بابا چیکارش داره؟ الان نزده بودیش رشد داشت میگن. صبح شد، آفتاب بیاد. کو صبح شد؟ ساعت 19:39 است. 7 شبه. یعنی شب بود الان داره صبح میشه یا صبح بود الان داره شب میشه؟ شب بود داره صبح میشه. تایمی که بالا نوشتی فکر کنم تایم خارجی هست این. به این چی بدیم رشد میکنه؟ ببین چی خوبه براش. آب ایر فرایر
یه دونه پر شده، یه دونه دیگهش مونده. آبتن از هرچی از راک پیدا میشه. دوراش خلوت کنید، یکم نفس بکشه دیگه. فریبرز بیان کنار. کشتش این بنده خدا رو. هی بپر، هی بیا پایین، هی بکن، هی دوربرش را برو. کافی میخوری؟ تو دقیقه واسه روش میکنه دیگه الانه. کافی میخوری؟ کافی؟ گشنم هم هست، راست میگی. نزنید کافی رو بزنید. آره الان وای میداری میخوری. بعد بخور. فنجونشه این. روشکن برو بایستا. وایس وید میشدی. سب کن. آروم درختاش نریزه. میوه هاش باتی بکنیمش. یه درخت دیگه رزین. باتی بکنیمش. وایستا فریبرز. برکاشو بزن ببین درختشو میده بازم. آره من یه دارم درختشو دارم. آفرین به تو. آخ بلوط. 2 تا درختشو دارم. ریزین. باریکلا به تو. الان این درختش از کجا تامین میشه؟ وایستا توش میوست وایستا. بیا کاش. بابا کی داره بر میداره؟ من. برید کنار یه لحظه. آها رزین داره میده. من درخت کاشتم. درخت میشن آیا رزینا؟ بدون فکر کنم بشه ها. دیرت گوجی رزین و بلوط. خب یه بلاک درخت درست کن پس برای ما. داره جالب میشه. این خودش چجوری به دست میاد؟ نه نمیشه گوجی نمیشه. بلوط نداریم. باید منتظر بمونیم دوباره رشد کنه ایشون. بلوط دارم من. چقدر داری؟ یه دونه. مرسی. من دارم 5 تا. بده بلوطو. ایول برید که نره دست فریبرز. گوجی اومد به خودت کی؟ بیا منم یه دونه دادم. حله. این شد یه چیزی حالا. درت. آها. خب یه همچین شکلی داره که داخلش از بلوط. بیا درت. بذار اونجا من درختو بزنم. ای والله. باشه نه درختو بزنم. این درخت دیگه. آخه کنار وید عجیبه. چرا اونجا ساخت میگه. وایسا بذار باشه من. آره دورشو بلند. آره من چوب دارم. منم چوب دارم. خوب شد. چه کارخونه خفنیه. رزین نمیخوای؟ 5 تا داره. نه رزین میدی بلوط هم باید بدی. بیا این بده رزین بده. بیا رزین منم دارم. یه دونه دیگه. 5 تا دادم بهش. بدو. بگی. بده. چی میشه سا؟ بیا به من رفت. بیا یه خود فاصله بگیر. بیا. آها. ببین این شکلی که یه همچین حاله. نه ببین اینطوری یه زبدر داخلش از بلوط پر شده. یه دیگه پلتفرم کنید. خب کجا بذارم؟ یه جا بذار من پلتفرمش کنم. یه جا بذار همونجا. بیا باشه نه میذاشتی این ور. خب ایول گوجی بکارید دیگه. میوه دارید؟ درخت دارید ازش؟ ندی. درخت من دارم. بکارش. به ستاره. تو باحاله. خب علامت اچیومنتت به چه رسیدن؟ من فقط ایر فریرم مونده. منم همه رو رسوندم. با همه دیگه گوجی. هارد وود. منم ایر فریر مونده. ایر فریر چیه؟ هواکش؟ یه دونشو داریم یه دونش مونده. آخه هواکش چیه؟ آخه ایر فریر
تمیز کننده هوا. اه روش کرد. روش داداش چرا اینجوری میکنی؟ سری روش کرد. نریزه. گودی وایستا گودی. درخت 2 تا 3 تا درخت. 6 7. اوی بلوط افتاد پایین. بلوط دست منه. بلوط 3 تا درخت دارم من. آفرین. من 3 تا دارم. منم 2 تا. ایول. درد ندارم. رزین بدید، بلوط بدید، کرافت کنیم. رزین بلوط. اینم بلوط. بیا رزین، اینم بلوط. چه وضعیتیه؟ بیایید. یه جایی بذاریم دور از. بیا اینور بذار. بیا اینور. بذار من پلتفرمش کنم. اونجا میذاری؟ اونجا نذار. اونجا گذاشتی. چه کارخونه ای زدیم. خب بفرمایید. همش دنبال یه گیم مود متفاوت از منکرافت بودن، پیدا نمی‌کردم. پیدا شد. پیداش میکنم. آفرین. درخت. از هم چی شد؟ انرژی میگیرن اینا. تبادل. کافی میخوری؟ بازم من درخت دارم ها. منم دارم درخت. جاشو نداریم فعلا. چرشو نداریم؟ بد درست کنی. پروازون صداش رو مخه. دوست دارم رو مخم باشه. نمیخوام تموم بشه. کامل بخور یا نخور دیگه. نمیخوام تموم بشه. قرطم میخورم. درست کن دیگه. روش کن. بومیل داری؟ بومیل جالب پیشه. الان رزینو میتونیم بخوریم ولی باید قبلش بپزیمش. خب الان ولی چجوری؟ فریباز رو مخ صداش. فریباز صداش چطوریه؟ کرفته؟ صداش خیلی بده. سپلینگ میشه کرفت کرد؟ چی؟ سپلینگ چیه؟ نهال. آره میشه کرفت کرد. ما نمیخوایم کرفت کنیم، ما داریم نهال. نه مثلا نهال سنگ. روش کرد. بیا. نهال سنگ که فرنس بزنه. آره درست کن. نهال سنگ درست کن، پیداش کن. بچه این چیزایی که به دست آوردید و فعلا هیچ کاری باشون نکنید ببینم چی میشه کرفت کرد. اوکی. ماینی کرافته؟ کرافت. خب یه دقیقه هیچ کاری باشون نکنید ببینم. این درخت رو بکنید، من یه دونه کاشتم. بکارم من یاد نمیخوام بکاری. Petrified sapling. خب نمیکاش. Petrified sapling. بیا مهدی. بیا چی؟ اینو بدم. خب بیا. Petrified acorn. نهال سنگ درست کن برای ما. Petrified acorn. آکن. بدید من بچه بدید این چیزاتون رو من. دادم به مهدی من. نهالم دارم بدم. هرچی دارید بدید من. چه کارخونه ای؟ Petrified. توپ پرورش میدیم. باید بذاری بچه نیم پس که شد. آقا میگه سپلینگ چیزو بکارید. چیزو بسا بگم
نگاه اینجا رو نگاه کنید. خب میگه سپلینگ پتریفاید بسازید. خب بعد آها. سپلینگ پتریفاید یه سری چیزای متفاوت بهتون میده. حالا برای ساخت سپلینگ پتریفاید نیاز داریم که اینو نیاز داریم. سپلینگ نگاه کن، اینا رو نمیخوایم. بلوط اونا. بلوط سفید. حالا برای ساخت بلوط سفید چی نیاز داریم؟ بلوط معمولی که تبدیل میشه به بلوط سفید. حالا بلوط سفید چجوری تبدیل میشه به بلوط چیز؟ 100 مگابایت آب یا ابوالفضل. من 100 در مگابایت 10 آبو درجه فارنهایت با نیم لیوان آب بجوشه، شب موقع خواب بخوره. با یا علی معلوم چجوری سپری اینو تو آب آب داریم اصلا مگه ما؟ آب نداریم. آقا اگه از این دوستان عزیز پک خوشتون چقدر اومد؟ خوب بود. میخواید ادامهشو بریم قسمت های بعدی هم براتون بزنیم دیگه. خودتون میدونیم باید چیکار کنیم؟ لایک و کامنت و دنبال کردن یادتون نره. اگه دوست داشتید بریم با هم پیشرفت کنیم ببینیم که چه خبره. مودپکش هم اگه دوست داشتید کامنت ها بذارید که براتون بذاریم. امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت و نره تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.